میرفتیم کوه، توی کوه با پسرعموم میرفتم کوه. اسمش چیه پسرمون؟ اسمش رضاست. با پسرعموم یعنی پول داره الان با هم اشغال کنید؟ خیلی ارتباط ندارم، خیلی وقته که ازش خبر ندارم. اما با هم میرفتیم کوه، با هم نمیرفتیم کوه. یعنی من جو گرفته بودم هر هفته میرفتم کوه. یه بار مخ رضا رو زدم که آقا تو هم بیا با هم دیگه بریم کوه. خیلی باحاله. آره گفتم خیلی حال میده، میریم کوه، صبحونه میخوریم، میریم بالا، دختر پسرا هستن، جو باحال، اصلا خیلی حس باحالی. بریم دیگه. راضیش کردم بریم. بعد رفتیم، گفتم که بیا میریم بالا. میریم از درکه میریم بالا، همینجوری میریم تا ایسکا 5 میریم بالا تا برسیم به تلکابین. با تلکابین سوار میشیم راحت میایم پایین. یعنی انگار که نصف مسیر رو رفتیم دیگه. یا حالی میکنیم اون بالا برمیگردیم پایین. تو مسیر ما با 2 تا دختر آشنا شدیم به اسم خانم سارا و خانم فرناز. قشنگ یادمه اینا رو. با هم آشنا شدیم و این مسیر رو با هم دیگه رفتیم بالا و با سختی‌های خودش رفتیم بالا. خیلی کیف کردیم، خیلی دیوونه می‌شدی. اصلا خیلی باحال بود. جو کوه و فضا عارفانه و عاشقانه بود. رفتیم بالا. رضا خیلی غر میزد ولی با بدبختی خودمو یعنی گفتم که راضیش کردم که بیا بالا، با تلکابین برمیگردیم. رسیدیم بالا، تلکابین خراب بود، تعطیل بود. رضا همونجا کلی منو فوش داد و یه فاز کتک کاری کردیم با هم دیگه. چرا دخترا؟ دیگه منظورم اینه که شوخی و اینا دیگه. حالا نه اینجوری ولی یکم جدی. بعد ما ساعت 4-5 صبح از درکه رفتیم بالا. برگشتن این مسیر رو گم کردیم. ساعت 8 شب از دربند اومدیم پایین. یعنی کوهو دور زدیم تقریبا. یعنی واقعا مسیری که مال رو هم نبود ما میرفتیم دیگه. همینجوری میرفتیم دیگه. هر جا رو می‌دیدیم سرپایینی گرفته بودیم همینجوری داشتیم میایم پایین. فرناز و سارا هم بودن. اونا هم بودن. شماره سارا که به من داد، من تو ذهنم هک شد همیشه و هنوز که هنوز یادمه بعد این همه سال. این موضوعی که میگم شاید برای مثلا 22 سال پیشه. اگه الان